سلام دوستان عزیز، بازم خوش آمدید به یکی از برنامه‌های جدید. دیگه قسمی که ماهی خریدیم از بازار شارمور. دیگه امروز برنامه آشپزی است، ماهی پزی است. دیگه دوستان عزیز، تشکر از بیننده هایتان که میبینید، بلکه بیننده های ما ببخشید، و از کامنت هایتان و لایک هایتان. دیگه یعنی کمک بیننده هاش خیلی کم بود. بازم خواهد زنده باشین، خواهد سلامت باشین. دیگه دوستا ما را حمایت بکنین، چینل ما را سابسکرایب کنین، لایک بکنین، شیر بکنین، کامنت بکنین تا که همگی بتونه از ویدیوهای ما مستفید شوند. دیگه الان دوستا ماهی را ششتیم. دیگه دو دانش فقط ثابت ماندید و دیگه خار توتا کردیم. ببخشید خار تابال نشدیم که دیده میتونید که کمک سیاهی و مرداری دو تا شاخه ثابت صرف میکنیم و دو تا دیگه شاخه توتا میکنیم. حالا ماهی را خوب سعی میشیم و این ماهی بیخار است که اصلا هیچ خار نداره و دندانک هایش هم میتونیم دیده که 3 دانه دندان داره. و ماهی بسیار خوبش است، تازه است. هفته خار تازه میارن تا شب یا شام ماهیشان خلاص میشه و بسیار خوب گوشت نرم داره. دیگه من خودم اصلا خوشم نمیاد ماهی. دیگه اولین بار است که ماهی خود بیخار گرفتیم، چرا که زیاد حوصله کار داره که دوستای ده خار کشیدن تیارش دوایش. دیگه با زحمت هم دفعه گفتیم یک شاخ ماهی بیخار کردیم که ماهی بیخار باید بخورم. دیگه را یک کمک کنال از این قسمت صحیح توتا میکنیم که کار دام نام خدا خوب صحیح خوب کنده است که باید صحیح واس شد. این تو صحیح واس شد که امون روغن وقت یا که اختیش میکنیم یا که بازم روغن میپرتیم صحیح دمون بیخش برسن. و خوردن ماهی خوب است، خصوصا در زمستان که گوشتش گرم می باشه و بسیار خوب فایده‌مند است و بسیار خوب پروتئین داره با ورزشکارا و بسیار گوشت لذیذ و ملایم داره. دیگه نال دوستای این ششتیم خوب صحیح کمک چیش میکنیم که اولش باید بره داخل کاسه میپرتیم اونجا. نال دیگه اینجا لیمو داریم، سیر داریم که ایره دلونگ میپرتیم میکوبیم. دلونگ میپرتیم میکوبیم و حال باید سیر را پاک کنیم. اینجا خطر مونده بودیم که بسر از این پاک بکنیم. اول کنه سیر را میگیریم و سیر را چقک میکنیم که صحیح همونطور نرم شود و از پوست خود جدا شود. مال سیر را دانه دانه پوست میکنیم و با زیر هم میکوبیم. دیگه شما تا وقت برنامه های ما را ببینین، لایک بکنین، کامنت باز هم براتون یادآوری میکنم که از یادتان نره. دیگه ما را خود دوستان عزیز حمایت بکنین تا که ما رویه بگیریم که یک کمک بیننده های ما زیاد شود، لایکر های ما زیاد شود، سابسکرایبر های ما زیاد شود که ما بتانیم برنامه های همه جالبتر و بهتر براتون آماده بسازیم. دیگه نان خور دوستا تا که مسیر پست میکنم شما بیننده ما باشین دوستان. این سیرم خو خلاص شد بخیر. این یک دونه یکش مون میرم پست میکنیم که سیرک های خالص بسیار و سرطبه پست میشه.
دیگه بعد همین نال لیمو را توتا میکنیم. به خاطر که لیموگکا خیلی خورده است. خیلی خورده است. لیموی خورد گرفتیم خود چرا که دی وقت لیموی کلان بسیار خوش میباشه که با میدونم. دیگه دیده میتونید دوستای عزیز داخل لونگ پیش از پیش نمک انداختیم. نمک انداختیم نالی را مکس میکنیم خود کتایی که دیگه. سیر دیش از این خاطر میزنیم که به خاطر خامبویش از بین بره. دیگه کت لیمو دیگه سیرم جور شد و نال دیگه لیمو را توتا میکنیم. و نال مساله را میگیریم. مساله را سرش آواز میکنیم. نال دیگه یک کم ذره مساله میپرتیم. نال که دستر زیر لیمو را مشکلیم و باز خواهد سیرم خواهد کتی نمی مکس میکنیم. رفتم بازار یک لیموکش از یادم رفت و یکی هم چی و یکی هم کارت تیست کن. خوب سه دفعه که من بود دفعانه که باید یک دانه میگیرفتم. حالا دیگه دوستای عزیز نوبت سیر شد که سیر باید بکشیم. مال سیر میکشیم از اول. من هستم که دی دستم جای میشه دیگه نمیشه. باش کنی قاشق بگیریم که دی نخواد دستم جای شد. خوب سعی دیگه همون دیگه خوب خالی میکنیم. این رقمی سخت مکس میشه. از امون کار که آدم خود کتمون دست مکس کنه طریقی وطنی اونم تو خوب است. به خاطر که خط قاشق خیلی سو میده. و دینمی پیش از پیش براتون گفتیم که در داخل لونگ سیر خود کت نمک خوب صحیح مکس میکنیم. خوب صحیح پورا دیگه به حساب دمو اکاونت میپرتیم میکوبیم. نال دیگه سعی کنیم خود دوستان نال کم کم میگیریم خوب صحیح میشکنیم در درون و بیرونش که نمید و هم یکی خود خاموش از بین بره یکی خوب صحیح خود نرم کنه. باز وقت آخر یک مشکاری هم میکنیم. داخلش هم میزنیم باز بیرونش وقت مشکاری کردن و خودش با خود به خود جور میکنه. دیگه خوب سه یخته میکنیم. یخته کردیم وقت آخر باز دسترش مساله و لیمو میپرتیم بازی را خوب سه مکس میکنیم. حالا که نگویم که همه کم یخته کردیم.
دوستان حالا مساله را نال دیگه کمک مساله دیگه هم خواهد سرش میکنیم. حالا چند داره لیمون میشه دقیقا چرا میگی مادر جان؟ از سر بگی از سر اینو تا خب بگی که نمت اصلا میشه گرفته میشه ما در دفعه گفتیم دفعه اولت نیست اینو تا اینو دیگه دوستا که لیمو رو هم دیگه دیشن داختیم ما دیگه خوب سی گرد وقت میکنیم اینو دیگه باید داخل بیرونش همه تو سی خود نرم کنه و مساله پر شود. اگر با شما خواستین بازی شکمک و ماست من داخته میتونم داخته کردم و نال دیگه ایره به مدت 2 ساعت 2.5 ساعت میمونیم و در سرش یک دانه پلاستیک میگیریم تا که اخته شود تا که دیگه اخته میشه دوستا عزیز و شما هم بیننده ما باش 2 ساعت شده شد از 2 ساعت هنوز زیادتر دیگه مایمون خوب سیام تخته شده و نرم شده و بسیار بوی مزه‌دار خود کشیده دیگه نال گاز روشن میکنیم تا که روغن داغ شد و زیر آتش کم میمونه دیگه تا که روغن گرم شد خوشی شما هم بیرنده ما باشیم دوستا دیگه دوستا روغن هم داغ شده حالا زیر روغن کم میکنیم که روغن در دسته ما نکنه سرش سریع باز آمد باید دیگه کمک بکنیم تا که سریع روغن رو بکنیم روغن پریده بسته دیگه ما به تا که سخت میکنیم سخت من بیریم یه مباشه زیر روغن زیاده حالا که تا دور نکنیم بریم دور دیگه دوستا تا خوشش شما بریم دیم ما باشه دیگه دوستان قدرش پخته شد حالا دیگه بخیر نوبت دادن نفس ثابتاش ایران خوب سی میتکنیم تا ببینیم که خوب سی که ماهی باز شده باشه از چی تا که سی هم تو روغن در مغز میگیرد روغن زیاد تیر شده باید تکمه که روغن خدا یخ کنه که فعلا دود کدمه رو میبینم خود تو تایقه های ماهی هم بیش سیخته ناله یک رقم میشه که روانیم خود ما دور بریم که دستوان اسوسه
حالا دیگه فعلا جایی نیست که اگر نیم که دیگه تا باید از پولیش منداختیم بازده تا دادن مشکل میشه بطنه خارشتاست هم میشه و خواهم میمونیم روز دیگه یک تا کمیتیم تا اشاری مایی کار تازه بود که رفتان کردیم که لیمو و سیر و دو مسالیش و نمکی ها دیگه بیخی خودش نرید دور میکنیم که روغن مختار داخت کنیم دیگه دوستان میتونه که با بسیار مدت که زود طرف پخته شد دیگه نالی را میکشیم روغنش مایی شدی از دسته که تازه بود که آدم فرد مرجوش یعنی سوچی را بانه یا پنگه مال نوبت دیگه دیگه هست دیگه اولا تاخه پچق میکنیم که از مستقانه خود خود جدا کنه و سید مخنکون خود کروی خود بگیره بچسبانه در خود خود کروی اما قدر بسیم سو یک دیگه فرق ندارم دیگه تا که هم خب پخته میشه دوستان بیننده ما باشیم دیگه دوستان رقیه قدر گمایی نرم شده بود که بیخی خدا پاش کرد ناله بخیر دیگه هاشم خب پخته شود باز بیننده ما باشین دیگه دوستای عزیز
دوستا بخیر، نان ما آماده شد. نان دیگه یک دو تا یک ماهی میگیریم که اما قدر ببینیم. یک کمک کچپ در پولیش میپکیم. یک کمک کچپ در پولیش میپکیم. نان دیگه یک امتحان میکنیم. که خوبش آمده، نامده خوبه. حالا دیگه بخیر کنور جان میکنیم ببینیم خوب چی رقمی هست. بسیار مزه‌دار آمده، بسیار زیاد مزه‌دار آمده دوستا. دیگه جایتان خالی. دیگه تشکر تا این دم که با ما همراه بودین. دیگه لطفاً ویدیوهای ما را ببخشین که نان دگلون پرید. دیگه لطفاً ویدیوهای ما را لایک بکنین، شیر بکنین، سابسکرایب بکنین و برنامه‌های ما را که بیننده باشین. روز و شبتان خوش، در یاد الله متعال باشین.